اگه تو هم عاشق دنیای گیم و بازی هستی و بنا به هر دلیل شرایط خریدن کنسول و سیستم گیمینگ رو نداری، این ویدیو برای توه. هر روزی که میگذره کیفیت و گرافیک بازیایی که برای کنسول و پی سی هستن بهتر و بهتر میشه و بازیایی که مختص گوشی موبایل هستن عملاً از لحاظ کیفیت و امکانات نمیتونن با این بازی‌ها رقابت کنن. تو این ویدیو میخوام چند تا بازی که ابتدا برای کنسول و پی سی بودن و بعداً برای موبایل عرضه شدن و از لحاظ گرافیک تقریبا همون حس و حال رو دارم بهتون معرفی کنم. سلام، به چنل سولی پلس خیلی خوش اومدین. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که این ویدیو رو مثل ویدیو قبلی دوست داشته باشین و براتون مفید بوده باشه. بازی اول بازی بسیار محبوب شاهزاده ایرانیه که چند روزه روی موبایل عرضه شده و گوشی پلیرها رو بسیار خوشحال کرده. دوبله و زیرنویس فارسی داره. 2 گیگ دانلود اولیه‌شه و بعدش هم 3 گیگ دانلود درون برنامه‌ای داره و برای گوشی اندروید بعد اندرویدتون 7 به بالا باشه تا بتونین بازیش کنین. بازی بعدی ریپو موبایل هست. این بازی که برای پی سی عرضه شده بود طرفدارای خیلی زیادی پیدا کرده. به زودی برای کنسول هم میاد. برای گوشی هم عرضه شده ولی برای بعضی از ریجن ها تیر ماه قراره بیاد. بخش آنلاینش پولیه و تا 5 نفر میتونین آنلاین با دوستاتون بازی کنین و اتفاقای خیلی خنده‌دار توشون میفته و رفاقتتون رو خیلی بیشتر میکنه. بازی بعدی سایلنت میس هست. بازی ترسناکی که خیلی سر و صدا کرده تو اینترنت، طرفدارهای خیلی زیادی داره. شما بعد از دست هیولاهای ترسناک این بازی فرار کنیم و در عین حال که ترسناک خیلی لحظات خنده‌داری رو خلق میکنه. بازی بعدی یه جوره شبیه بازی لاست آف آسه. این بازی آنلاین جزئیات خیلی زیادی داره و شما توی این بازی باید سعی کنی که توی این سرزمین زنده بمونی، حیوانات رو شکار کنی، ساخت و ساز انجام بدی و کیفیت و گرافیک خیلی خوبی هم نسبت به بازی دیگه موبایل داره. بازی آخر یه بازی معروفه که یه مرد داخل دیگه و شما به وسیله یک بیل یا چکش یا هر چیزی که توی دستشه باید از موانع ردش کنین و ببرینش بالا. به شدت بازی اعصاب خورد کنیه و در عین حال خیلی هم محبوبه. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. لطفاً با لایک و ساب ازمون حمایت کنین و نظرتون رو برامون کامنت کنین. امیدوارم که این ویدیو هم مثل ویدیو قبلی براتون مفید بوده باشه. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.